ما در تاجیکستان در گذشته و امروز عرب شناس ها زیاد داشتیم. عرب شناس های خوب، صاحب استعداد، مثل Vladimir Karlović Dimici, Matin Hüseyin Zeki, Mevme Khan Maharova, Abdullah Yurtaşov که اینجا بزرگ دادن، نظام‌الدین زاهدی، سید رحمان سلیمانی، امیدوار عبدالله و خیلی کسایی که اینجا هستن و بیرون از این محفل هستن. اما وقتی که در دوره عرب شناسی تاجیک اندیشه میکنیم، پیش از همه چهره نامی‌ترین عرب شناس تاجیک مردانه پیش می‌آید. زیرا به نظر من همه دستاوردهایی که عرب شناسان تاجیک دارند و خواهند داشت در تحقیقات و در نوشته‌های پروفسور تاج‌الدین مردانی انعکاس یافته است، منسجم شده است اگر این طرف باشد بجایی و این پیشرفت یافته است، رشد یافته است، تکامل کرده است. من به برنامه خیلی وسعت و جایش این نشست نگاه کردم، بینم که حتی در عنوان گزارش‌های بعضی از بسیاری از گزارشگران همین برداشتی که من داشتم تصدیق شده است. مثلا چند شما گفتند که یک دوستشون میگن چی است؟ ستاره درخشانی عرب شناسی تاجیک امید خان گفتند، یا دیگری گفتند که بنیادگذاری مثل صدت الله جلمگور بنیادگذار مرکز شناسی و اساسگذاری ترجمه کیرکوی هستند. بله دیگر واقعا این برداشت من برای من خوب بود که تصدیق شد. من افتخار شناسایی و دوستی با پروفسور تاج‌الدین مردانی رو دارم، همکاری هم کرده و باید بگویم که تاج‌الدین مردانی با این عقل جوانی که دارم، حالی جوان هستن نسبت به من جوان‌تر خیلی، با این عقل جوانی که این کس دارم و عقل پویایی که دارم، من باوری 100% باور دارم که سال‌های سال ما رو با نوشته‌های تازه‌شون، اثرهای تالیفاتی با کم بود نگارشون خرسند خواهند کرد و اهل نشست شاید خبر دارد که استاد تاج‌الدین مردانی در عرفه یک کشفیات بزرگ در علم دنیایی هستند، کشف دیگانی رودکی. این که به چشم خودشون در یکی از کتابخانه ها دیدم در فهرست که نوشته شده از دیوان رودکی. با این دیگر که رفتن متاسفانه اون کتابخانه شخصی ترمیم می شده است و پیدا نکردم، اما من باور دارم که اگر کسی دیوان رودکی رو پیدا کند، من همین پروفسور تاج‌الدین مردانی خواهم بود. زنده باشید، سلامت باشید و من برایشون یک کتاب آوردم، در اینجا ذکر خیرشون هست و یک تقریرشون هم چاپ شده.